هم باید باشد. کارگردان وقتی که از این جزئیات برخوردار است برای تماشابینان هم بسیار معلومات های بیشتر هم فراهم می شوند. بسیار رقابت شدتناک، نیروسنجی جالب خواهد بود فکر میکنم، چون که محمد شریف نجمیدینов و ابوبکر باقیов این دو پهلوانی که در همین وزن در وزن 78 کیلو خیلی هم نمونه. براستی ما از همین سه‌گانه که چهارگانه که بود، یکی اشرف سیدرحمن رو در نظر دارم و سه دیگری که امروز همچون مدعی الان یکی باقی مانده و فینال رو این قایم شکرانوف رو در نظر دارم و هر دو این چهره هم با ستایی برزنده. اینها بسیار مهارتشان، کسبیتشان، وقتی پهلوان بیش از 15 سال در باره گریم تمرین میکند با همین شغل دوست داشته‌اش توجه دارد، خواه نخواه کسبیتش هم در سطح بالا تشابهی عالی بهاگذاری می شود. آگاهی البته چون به خاطر اندکی سوزگوشت گرفتن ابوبکر باقیov چند عامل دیگر است که باعثی گرفتن آگاهی می شود. حالا هیجان دارند هر دو، راستی اون چیزی را که میخواهند مورد اجرا مورد عمل قرار نداده ایستادند. از میان 33 نفر اما اکنون یکی به فینال رفت، غالب این جفت هم به مرحله نهایی می رود. همینها باقی ماندند. 4 نفری ارزنده باقی ماند که سیدرحمن برنده مدال برنجی شد، ناکام این دور هم مدال دوم برنجی رو میگیرد و موفق این دور در به دست آوردن مدال طلا قوه آزمایی رو با قایم شکرانوف در فینال ادامه خواهد داد. محمد شریف نجمیدینov بدن زد. را گرفتند. بدن را بیکار کردند. از نوارهای تکراری دیگر باره هم کارشناسان اینجا هر یک حرکت را که بحث برانگیز است بعدی بازدید علاقه سرمش نه؟ امتیاز بیکار شد، درست است و رفتی میدانداری باز از هر دو هم کسبیت صورت افزایی مسئولیت مشکل است. کارشناسانی که الان این رقابت را تماشا دارند، پهلوانانی که در پهلوان خیلی زیاد نشستند، راستی رفتی میدانداری را برای نسل نورست نمونه عبرت میدانند و کدامی از اینها افضلی یا برتری این مرحله را مال خود میکنند، پیشگویی کردن خیلی مشکل تر است. ابوبکر را دیدیم که میرزا جمیل رمضانوف در وقت طلایی چگونه بی‌بیت داد و صاحب امتیازی طلایی شد. ابوبکر تنبیه دارد، آگاهی گرفت، تنبیه گرفت. 2 دقیقه دیگر الو وای بلا بدن این را خیلی با زحمت های
رقابت بسیار رقابتی جالب. محمد شریف نجمی‌الدین قهرمان جهان در میان جوانان در Молодец. بابا هم باز بدن باز هم حمله های پی در پی محمد شریف نجمی‌الدین